سلام هموطنان عزیز، خوش آمدید به تماشای برنامه امروزی ما. آرزومند هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشین. امروز خواستیم یک گزارش ویژه‌ای برای شما عزیزان تهیه کنیم و در جایی که دقیقاً من قرار دارم سرک 40 متری کابل است. اگر بر این شکل مستقیم بریم به چمن حضوری کابل وصل میشیم و اگر مستقیم به سمت پیشرو بریم به چوک شهر کابل وصل میشیم. خب عزیزان، تشکر از این که کانال ما را برای دیدن انتخاب کردین. اگر تا کنون عضو کانال ما نیستین، همین حالا دکمه سابسکرایب را فشار بتین، ویدیو را لایک کنین و سوالات، پیشنهادات و انتقادات اگر دارین در بخش کامنت با ما شریک بسازین. دیدیم قالین دلیلامون اون کسایی که از ایران برگشت کردن میتونن که از قالین فروشی برادران از بسیار با قیمت مناسب اینی را ما لیلام میکنیم به اون هموطنای ما که توان خرید قالین ندارن. اینا میره ما 2000 افغانی برشون میدیم. 2000 افغانی. شما اگر موکیت هم برین قیمتش رو بپرسین شاید تا 2000 افغانی نتونین موکیت بخرین. سایزش باز چقدر؟ سایزش 2 در 3 6 متر. در 3 متر و درازیش 4 متر. 12 متر مربع میشه. 12 متر مربع. باز ای از کدام کمپانی است؟ ای از اون کمپانی از این زیرینگی است. قالین ایرانی است به نام قالین الماس، سوپر الماس. قیمت از نمیوم 4000 افغانی. 4000 افغانی. جدی 4000 افغانی؟ ها نمی 4000 افغانی. و عزیزان، ما در کنار علی جان هستم، مسئول قالین فروشی برادران عزیزی. امروز خواستیم بیایم ما یک گزارش اختصاصی برای شما عزیزان تهیه کنیم، البته در رابطه به نرخ و نوای قالین، بازارهای قالین را ببینیم که در این شب روز آیا قیمت است، ارزان است و چه تخفیف های برای هموطنای ما در نظر گرفتن، کدام دیزاین های جدید در این قالین فروشی موجود هست. همه را با علی جان یک جا آغاز میکنیم. از علی جان سوال و پرسش هایی که داریم میپرسیم. سلام به شما علی جان، چه حال دارید؟ سلام عرض ادب خدمت شما جان قن، از طریق شما به تمام بیننده‌های چینل یوتیوب شما تشکر میکنم. خوب هستین ان شاء الله؟ تشکر، خدا را میکنم. خب در نخستی را برای ما بگین چند سال میشه که شما مسئول فروش قالین هستین، البته در جاده و سرک 40 متر؟ مدت 14 سال میشه که من در رشته قالین هستم. خدا را شکر که اقتصاد روزمره اینمی مصروف هستیم، الحمدلله، شکر روزگارمون میشه. بسیار خوب. مدت 14 سال میشه. خب در این شب روز چطور از بازارهای خرید و فروش قالین؟ قسم که خودتان در جریان هستید، بالعموم بازارها خودتان میفهمید، از وضعیت کشورها میفهمید دیگه، راه ترانزیتی بند شده دیگه، قالین میرسه. خب من تا نسبت به سابق بسیار اندک نسبت به دیگه کشورها فضل خدا الحمدلله خوب است. من تا کمک قالین بلند شده، بالعموم به هر چیز کمک قیمت شده. خب با قالین یعنی این تحولاتی که در آخر البته در قسمت جنگ کشورهای خاورمیانه بوده، این تاثیرات شتاب بالای فروش قالین ها هم 100% چطور نداره راه بند میشه. تغییر و مثلا تغییر در اسعار پول خصوصا دلار وقت قیمتش بالا میشه، نرخ قالین هم های خود در دلاری خرید ما میکنیم، دلار بالا میره، قالین هم بالا میره. بیا توکل به خدا، خدا را شکر که همه که از مردم میخره، شکر الحمدلله خوب است. نسبت به دیگه جایا، نسبت به دیگه کشورها که میبینیم مردم در چی وضعیت است، الحمدلله شکر ما در این حالت باش است. ما همی که حداقل همی شب روز چاره شوه و دمی شکر گزار هستیم. شکر که میشه. چطور از با زندگی خوب پیش میره؟ شکر الحمدلله. در کنار مسئولیتی که اینجا دارین شما دیگه کدام مسئولیت خاصی دارین؟ این بسیار مسئولیت بزرگ است، بزرگترین مسئولیت است. خب باز بعض وطندارایی که اینجا مثلا شرکت میکنن یا میآین به خاطر خرید قالین، خصوصا هموطنایی که اقتصاد خوب ندارن، با اونا چی برخورده دارین شما؟ ما به او مشتریایی که وضع اقتصادشون ضعیفتر است، ما اولین نفری هستیم قالین در سطح افغانستان من لیلام کردم. واقعا؟ من لیلام کردم. انشالله عزیزا بر از امون مردم بازم ما داخل برنامه تان یک لیلام حیرت انگیز، اما تو بسیار ارزان
خصوصا کسایی که سیل زده است. در این شب روز شما خبر دارین که مردم خانه‌اش بسیاریش سیل برده، خصوصا مردمایی که از ایران میان مهاجر هستن از طرف پاکستان میان. ان شاء الله بر از ود اخیر برنامه‌تون خوب یک لیلام صحیح میشه. جا دارد که واقعا قلبا تشکری کنیم از علی جان به خاطر از اینکه در همچون شرایطی که ما میبینیم هموطنای ما مشکلات اقتصادی دارن، خصوصا کسایی که بیجا شدن و آمدن دوباره به وطن برگشتن. اینا خب میبینیم که وضع اقتصادی خوب ندارن و تا اینکه دوباره کم کم اقتصادشان خوب میشه خیلی زمان میبره. اما در این کنار این موضوعات همچون اشخاصی هم هست در وطن هنوز که کمک میکنن، البته در قسمت ای که بتونن هموطنان ما با قیمت بسیار کم قالین خرید کنن. خب بیشتر پرحرفی نمی کنیم، شروع میکنیم. شما گفتین که ما لیلام میکنیم قالین ها را و گفتین که واقعا تخفیف های حیرت انگیز داریم برای هموطنان. فعلا چی را از کجا شروع میکنیم؟ ما در قدم اول بخیر از ترکیه شروع میکنیم. قالینی که اینجا از ترکیه است. ما قالین ترکیه است، ابریشمی است، 2 در 3. 2 در 3. برش از 2 متر، در روزیش از 3 متر. خب وطندارایی که قالین 2 در 3 ضرورت دارن، ابریشمی و ساخت کشور ترکیه است گفتین؟ بله آقای، ساخت کشور ترکیه. خب پیش از اینکه قیمت لیلام را برای ما بگوین، قیمت اصلی امی قالین در بازارهای شهر کابل یا در دیگر قالین فروشی ها چند است؟ ای که بو است مطابق دیگه به مشتری است که مشتری چند خریدار است. 17,000 18,000 17 و 18,000 بای میکنن تا 14,000 13,500 میفروشن. باز ما در اخیر براتون میگیم که ما اصلی قیمت از این وقت میگیم به لیلام به وطن داره. خب فعلا حالا اگر نرخ اینمی که در یک دکان دیگه باشه چند است؟ 18,000 بای میکنن 18,000 تا 13,000 با میفروشن. خوب خودت میبینی در افغانستان تو نیست قیمتش استاندارد باشه، خودت می بای وزیز دیگه گپا هست. مثلا در یک فروشگاه مراجعه میکنین قیمتش براتون میگه 18,000، اما وقتی یک کمی چنا بازی میکنه وطندارا طبعا که پایین میاد. خب حالا قیمت لیلامش اگر برای ما بگین؟ قیمت لیلامش همی برای شما 13,000 نه، 12 نه، 11 نه، 9,000 افغانی. 13 نه، 12 نه، 9,000 افغانی. دیگه هم اگر مراحت داشته باشه از این پایانتر یا نه؟ یک تاش نه، 2 دانه از این. یعنی 2 دانهش به قیمت 9,000 افغانی. یک دانهش 4,500 افغانی. یک دانش 4,500 افغانی. همین که فعلا شما در تصویر میبینین یک دانش است. رنگ یک دانش است. اینی جورش است. حال جون خب این جورش است. بسیار خوب. شما وطندارا میبینین که واقعا یک دیزاین خوب داره و همچنان رنگ خوب داره، ساخت کشور ترکیه است و همچنان میبینیم که قالینش ابریشمی است، نرم است. یعنی از قالینای نیست که مثلا شما به خاطر از اینکه قیمتش پایین است احساس بکنین که کیفیت هم نداره. میتونین درباره کیفیتش برای ما بگین؟ که کیفیت خوب داره نداره؟ به خاطر از اینکه ممکن بعض وطندارا بگن که حالا که قیمتش پایین است شاید کیفیت خوب نداشته باشه. نه، کیفیتش مطابق پیسهش خوب است. نه لازم که ما کیفیت بالا داریم، با کیفیت بالا پیسه بالا. کیفیت پایین هر چیز مطابق هم پیسهش. حداقل میتونن که از نمی 4 سال 5 سال استفاده کنند در مقابل 9,000 افغانی. در 9,000 افغانی میتونین 4 سال 5 سال استفاده کنین. البته سایزش هم گفتن که 2 در 3 است. 2 در 3، 2 دانش، یک دانش 4,500، 2 دانش 9,000 افغانی. 9,000 افغانی. وطندارایی که اقتصاد خوب ندارن میتونن با 9,000 افغانی خانه خود را کاملا فرش بکنن. همونطور است، درست است؟ خب شما هموطنان عزیز رنگ قالین هم میبینین و در این ساخت و این کمپانی دیگر رنگا هم هست. دیگر رنگا هم هست. خب جان آورد گلای مختلف، رنگای مختلف، سایزای مختلف. خب وطندارا شما قالین بعدی را میبینین با رنگ مختلف. در رابطه به این قالین علی جان بیشتر معلومات میده برام. این قالین هم جنسش مطابق اونم جنس است. باز بسیاری از پردای خانه خود فولادی پوشای تشکای خانه فولادی میکنن. یکی او گل خوش داره، یکی او رنگ، یکی رنگ مطابق. پیسش هم یک نرخ است. شما 9,000 لیلام گفتین و با مو 9,000 افغانی شما میتونین رنگای مختلف از این قالین را به دست بیارین. همینطور است، درست؟ خب دیگه سایزش داریم. 4 در 3 رو میگیرن، 4 در 3 هم است، 5 در 3 قیمت هایشان هم فرق میکنه. باز اگه 4 در 3 بگیره امو 12 متر مربع میشه، امو 9,000 افغانی. 15 مترش میگیرن 11,500 افغانی. 18 متر که 6 در 3 میشه، میگیرن 14,000 افغانی.
یارو ما چند وقت پیش بیشترم بر شما ما گفتم که بسیار ما در نرخ ارزان 8,500 پا لیلام کرده بودم. من تا باز مزه کمه که میفهمی که مالیات بلند شد، راه بند شد، به اون خاطر 500 پا یا در هر جوره پس تفاوت کرد. خب یعنی دیگه نظر به سایزشان وطندارا فرق میکنه. علی جان براتان قیمت های اصلیش هم گفت در ابتدا و قیمت هایی که لیلام کردن براتان گفت و گفتن که اولین دکاندار هستن یا اولین قالین فروش هستن که با بسیار نرخ و قیمت کم قالین های خوب را برای شما عزیزان پیشنهاد میکنه. خب علی جان دیگه چی داریم؟ دیگه ما قالین چیز داریم، قالینای ایرانی داریم دیگه. او رو هم باش با دوستای عزیز که کسایی که پیشتر ما شما گفتیم که زلزله زدگان است یا سیل برده، کسای خانه‌شان سیل برده، چند وقت پیش زلزله شد، بسیاری از خانه‌های وطندارای ما چپه شد دیگه. حال سیل هم می‌بینی که این بر از او گفتیم بسیار یک چیز مناسب. این میره ما لیلام میکنیم می به نام 440. به نام 440 قالینای 50% 440. اینی را ما لیلام میکنیم به مو هموطنای ما که توان خرید قالین ندارن. این میره ما 2000 افغانی برشون میکنیم. 2000 افغانی. شما اگر موکیت هم برین قیمتش بپرسین شاید تا 2000 افغانی نتونین موکیت بخرین. سایزش باز چقدر؟ سایزش 2x3 6 متر. 2x3 بازی را قیمتش چند گفتین؟ 2000 افغانی. 2000 افغانی. امی یک دانه یا دو دانه است؟ یک دانه. دو دانه‌ش رو بگیرن 4000 افغانی. دو دانه‌ش بگیرن 4000 افغانی. 2x3 مختلف داریم، سایز مختلف داریم دیگه، رنگای هر قسم دیگه به اون دیزاینایی که در قالین کجایی است؟ این قالین ایرانی است. ایرانی است بیشتر هم گفتین. خب 2x3 قالین ایرانی با قیمت 2000 افغانی. البته هم یک دانش. باز اگر یک جوره میخواستین شما میتونین 4000 افغانی هم بگیرین. از 4000 افغانی دیگه هم پایینتر گنجایش داره نداره؟ نه دیگه گنجایش نداره. آخرین ریتش است. در این وقت دیگه اینمی هم آخرین ریتش است. همونطور که گفتم با 2000 و 4000 افغانی موکیت هم خریدنش مشکل است، چه رسد به قالین. خب علی جان دیگه چی دارین به معرفی؟ دیگه قالینا مطابق ذوق مشتری، مطابق جیب مشتری. یک قالین داریم که مثلا یک جوریش 17000 هم است، یک دانش 18000 هم است. هر قسم قالین ما داریم. بلندترین قالینی که در اینجا شما دارین قیمتش چند است؟ بلندترین قالینی که ما داریم 1200 چانه ایرانی است دیگه. قیمتش میایه در بازار قیمت است، ما ارزان میتیم 1200 چانه را 3x4 فقط بر شما میایه 16000 افغانی. 16000 افغانی. خب بسیار خوب. و معمولا در این فروشگاهتان بیشتر از کدام کمپانی ها رو شما وارد میکنید؟ از ما بلومون بیشتر ما ترکی میفروشیم اینجا، ترکیه پیشمی. فکر کنم خرید قالین های ترکی بیشتر تقاضای زیاد است. بیشتر تقاضای زیاد. مثلا ما وقتی مراجعه میکنن بیشتر قالین های ترکی میخواین. بیشتر قالین. خب او کسایی که مثلا اقتصاد خوب ندارن میاین، اونا باز بیشتر کدام دیزاینر رو انتخاب میکنن؟ از این قالینا میگیرن. قالینا باز یا گلای مختلف هم دارن. علی جان این قالین را بر ما دربارش معلومات بده. این قالین هم ازم قالین پیشتر است که 2000 افغانی گفتم بکش. هم 2000 است، فقط رنگش دیزاینش متفاوت است. از یک کمپانی هستند. خب با کسایی که واقعا اقتصاد خوب ندارن میتونن به فروشگاه علی جان مراجعه بکنن. آدرس هم در کامنت براتون میگذاریم همچنان و سرک 40 متره شما بیاین اینجا قالین فروشی برادران عزیزی. علی جان امرایتان میکنه و انشالله که تخفیف و مرحت همراه شما عزیزان می داشته باشه. قالین با جان اکسای کنیم که برش 3 متر و درازیش 4 متر. 12 متر مربع میشه. 12 متر مربع. باز ای از کدام کمپانی است؟ ای هم از اون کمپانی از زیرینگ است. قالین ایرانی است به نام قالین الماس، سوپر الماس. قیمت از نمیوم 4000 افغانی. 4000 افغانی. جدی 4000 افغانی؟ ها نیم 4000 افغانی. حالا ممکن بعض وطندارا شوکه شوند، خصوصا کسایی که میخواین با نرخ بسیار مناسب خرید کنن، شاید باورتون نکنن 4000 افغانی. معلومات ندارن آمد جان.
اما تو بخی که بریم یک دونه قالین بگیریم میگه میان در بازار سرشان چند بای میکنه 8000. من خب فعلا در خود فروشگاه هستم، باورم نمیشه ای که بینندای ما از پشت پرده میبینن اونا چطور باور بکنن. انشالله در مو آدرس دقیق ما به بسیاری از دوستا باز در هم صفحه ما کامنت میتن، شما آدرس نمیتین، آدرس ما دونمو صفحه اسکرین ما شماره تلفن است، فقط با تماشا ما در خدمت. آدرس انشالله که همراه شما عزیزان شریک میسازیم در بخش کامنت هم بیشتر هم یادآوری کردیم. قالین 12 متره گفتین درست؟ 12 متره رنگ فولادی و قیمتش بسیار مناسب، بسیار کم، 4000 افغانی دیگه. به این نرخ فکر نکنم شما بتونین قالین خرید کنین. به هر سایز و به هر رنگ شما میتونین در این فروشگاه مراجعه کنین و قالین پیدا کنین. البته علی جان یک شخص بسیار خوب است، برای شما عزیزان بسیار تخفیفات در نظر گرفته. شما اینجا مراجعه کنین، رنگ های مختلف از قالین ها را میتونین پیدا کنین و قیمت های بسیار کم هم داره. اگر شمایی که به دنبال خرید قالین هستین و نمیفهمین از کجا خرید کنین، من حتما شما را همینجا را پیشنهاد میکنم شما به همینجا بیاین نزد علی جان، انشالله که همراهیتان میکنه. خب علی جان، کیفیت از این قالین چطوره؟ کیفیت قالین اینا دیگه خودت آموزا واقعا کیفیت خوب هم داره. به خاطر از این پیشتر هم گفتم که 4000 باور من نمیشه. اینمی هیچ کار نه تا حداقل اینمی قالین بالای 5 سال کار میته. بالای 5 سال کار میته. اون ساخت ایران است. ساخت ایران، قیمت 4000 افغانی، سایزم 12 متره، رنگ فولادی. اکثر هموطنای ما دوست دارن با این رنگ خرید بکنن. خب علی جان، دیگه چیز هست به معرفی یا همینا علی جان؟ قالین خب در دکان زیاد است. میگنی زیاد است. اینا را بر لیلام گذاشتم. اینا را ما بر لیلام گذاشتم به خاطر شما باش نگویم که والا اینجا ما چندین بار دیگه ما لیلام کردیم. گفتیم باش که نبی والا آمدیم یک لیلام نگه. خبر شده بودم، خواستم به همین خاطر یک بار خودم سر بزنم به فروشگاهتان ببینم که آیا واقعیت داره نداره، چون اکثریت هموطنای ما میگه که لیلام هست، وقتی داخل فروشگاه میری قیمت ها متفاوت است. تو یک چیز خو نیست ان شاء الله؟ نه ان شاء الله، نه فقط در موبایلشون عکس یک اسکرین شات بگیرن بیان ما قالینشون تصمیم وطندارا تضمین میته براتون. شما اینمی عکس قالین را بگیرین، نزد علی جان مراجعه کنین و 4000 افغانی تسلیم کنین، قالین را صاحب میشین ان شاء الله. که و معرفی هم بکنین شما که ما از طریق رسانه آمدیم، ان شاء الله براتون تخفیف های دیگه هم می‌داشته باشه در قسمت قالین های دیگری که شما اینجا میبینین. خب واقعا خوش شدیم از تخفیف هایی که فعلا هست. در همچون شرایط واقعا نیاز هست، هموطنای ما نمیتونن با قیمت بسیار گزاف خرید بکنن. من تا جایی که اطلاعات دارم بعضی ها تا توان خرید موکت را ندارن و این قیمت هایی که شما گفتین واقعا مناسب است به کسایی که اقتصاد خوب ندارن. علی جان، ایره برای ما بگین که چطور شما تصمیم گرفتین لیلام کنین و آیا شما در این لیلام مفاد میکنین یا نمیکنین، تاوان نکنین؟ یک نه انشالله تاوان نمیکنیم، حداقل هم پیسه ما رو پورا کنه. تمام کلی چیز پیسه نمیشه همه جا، فقط هم دو یک وطندار خدا یک دوست. این پیری اول که من لیلام کردم مردم ها از ایران، کل وطندارای ما شما از ایران جواب داده بودن. بسیاریش دمو طرف کمپانی دمو چیز بودن، بسیاری را خیر بینم موتروانا کمک کردن آوردن بدون پول. من گفتم من از این طریق دکان خود، از این طریق قالین باید از ما به وطندارای خود خدمت کنم. و دیدم قالین دلیلامون کسایی که از ایران برگشت کردن میتونن که از قالین فروشی برادران از بسیار به قیمت مناسب، باور به خدا که جان که نوبت نبود سر قالین. واقعا با این نرخ و قیمت و این کیفیتی که داره خود طبعا دیگه که نوبت نمی باشه. و واقعا خوش شدم. وطندارا شما میبینین در هر مسلکی که باشیم یا در هر کسب و کاری که باشیم فرق نمیکنه. اگر ما واقعا حس دوستی و مهربانی داشته باشیم میتونیم که دسته وطندارای خود را بگیریم. واقعا خوش شدیم که امروز آمدیم برنامه داشتیم با علی جان. اگر کدام پیام داشته باشه به هموطنای ما میتونن پیام خود را شریک بسازن که ما در خدمتتون. تشکر، زنده باش. پیام خاص ندارم دیگه. تشکر میکنم از شما که به دکان ما تشریف آوردین دیگه. خداوند کسایی که همه سرشون از طریق خداوند سیل باران یا آمده بر از وام یک خانه خوب و خوش آرزو میکنیم. خداوند یک زندگی خوب و خوش کلگی را نصیب کنه. تشکر از شما که به ما وقت گذاشتین.
و تشکر از شما وطندارای عزیز که تا این دم ما را همراهی کردین. اگر تا کنون کدام مشکل در برنامه بوده، مشکلات را شما در بخش کامنت با ما شریک بسازین، انشالله که مشکلات پیگیری میشه. و شما نرخ نوای قالین را هم دانستین که بعضی ها ممکن است فکر کنه که قالین ها یا خرید قالین در افغانستان خیلی مشکل است یا خیلی قیمت است، اما هستن مثل علی جان وطندارایی که در همچون شرایط میخواین تخفیف های داشته باشن برای وطندارایی که توان خوب اقتصادی ندارن تا بتونن راحت خرید کنن. خب وطندارای عزیز، بازم سپاسگزار هستم از شما که کانال ما را برای دیدن انتخاب کردین. برای برنامه های بیشتر حتما عضو کانال ما شوین، کانال ما را سابسکرایب کنین، ویدیو را لایک کنین و نظریات، سوالات و پیشنهاداتتان را در بخش کامنت شریک بسازین.